10 نشانه‌ای که نشون میده اعتراضات اخیر با قبل فرق داره. اعتراضات در ایران چیز جدیدی نیست، اما خیلی‌ها میگن این بار فرق داره یا فقط داریم همون مسیر قدیمی رو دوباره میریم. تو این ویدیو 10 نشونه مهم رو بررسی میکنیم که نشون میده اعتراضات اخیر چه تفاوتایی با قبل دارن. من سیمینم و این یک ویدیوی تحلیلی نه جانبدارانه. قضاوت با شماست. اولین مورد تغییر جنس شعارها. در گذشته اعتراضات بیشتر حول مسائل اقتصادی بود، گرونی، بیکاری، معیشت. اما در اعتراضات اخیر شعارها بیشتر هویتی و سیاسی شدند. این تغییر مهمه چون نشون میده نارضایتی از سطح مشکلات روزمره عبور کرده. مورد شماره 2 حضور پررنگ نسل جوانه. یکی از تفاوت‌های جدی نقش پررنگ نسل زده. نسلی که نه تجربه انقلاب رو داره نه جنگ رو، اما توقعات متفاوتی از زندگی و آینده داره. این نسل زبان اعتراضش هم فرق میکنه. سومین مورد شبکه‌های اجتماعی به جای رسانه رسمی. در اعتراضات قبلی قطع رسانه یعنی قطع صدا، اما امروز شبکه‌های اجتماعی حتی با فیلترینگ هم نقش اصلی رو دارن. اطلاعات سریع پخش میشه، روایت‌ها متنوع‌تر شده و کنترل سخت‌تر. مورد بعدی بدون رهبر مشخصه. این اعتراضات رهبر مشخصی ندارن. برای بعضی‌ها این یه ضعفه، برای بعضی‌ها نقطه قوته. چون بدون رهبر حذف یا سرکوب ساختاری سخت‌تر میشه. مورد بعدی اعتراضات موجی نه مقطعی. اعتراضات اخیر شاید دائمی نباشن اما موجوار برمیگردن. خاموش نمیشن، فقط شکل عوض میکنن. این ویژگی نشانه نارضایتی حل نشده است. مورد بعدی گسترش به شهرهای کوچیک. قبلا اعتراضات بیشتر محدود به کلان شهرها بود، اما حالا شهرهای کوچیک‌تر هم درگیرن و این برای هر ساختار حکومتی زنگ خطر جدی‌تری محسوب میشه. مورد بعدی تغییر واکنش حکومت. واکنش حکومت هم تغییر کرده، سریع‌تر، قاطع‌تر و پیشگیرانه‌تر. این تغییر نشون میده حاکمیت هم اعتراضات رو جدی‌تر از قبل میبینه. مورد بعدی اعتراض فقط خیابونی نیست. امروز اعتراض فقط در خیابون نیست. مهاجرت نخبگان، تحریم انتخابات، بی‌اعتمادی عمومی، همه اینا شکل‌های خاموش اعتراضن. مورد بعدی بحران اعتماد اجتماعی. یکی از عمیق‌ترین تفاوت‌ها از بین رفتن اعتماد بین مردم و ساختارهاست. وقتی اعتماد از بین بره حتی سکوت هم نشونه رضایت نیست. و مورد آخر سوال اصلی. سوال مهم اینه این اعتراضات به تغییر منجر میشن یا فقط به فرسایش طولانی؟ تاریخ نشون داده بدون همزمانی چند عامل فروپاشی سریع اتفاق نمیافته. برای جمع‌بندی میگیم که اعتراضات اخیر نه پایان قطعی نه بی اهمیت و در یه وضعیت میانی هستیم، ثبات شکننده. نظر شما چیه؟ این اعتراضات به کجا میرسن؟ توی کامنت ها بنویسیم و اگر ویدیو براتون مفید بود سابسکرایب رو فراموش نکنید.